سلام به شما که برای یک گپ و گفت عمیق دیگه به ما پیوستید. امروز میخوایم با هم به دل یک موضوع خیلی مهم در زندگی شهری بزنیم. چیزی که شاید برای هممون سوال باشه. وقت خطر مثل زلزله یا سیل، ما مردم عادی چطور میتونیم به هم کمک کنیم؟ اصلا میشه روی کمک همسایه‌ها حساب کرد؟ سوال خیلی مهمیه واقعاً. برای جواب دادن به این سوال یک گزارش تحقیقی جالب داریم که رفته سراغ گروهی از داوطلب‌های تهرانی. بهشون میگن گروه‌های دوام، یعنی خب داوطلب واکنش اضطراری محله. آها، دوام. بله، این گزارش میخواد بفهمه این گروه‌ها که از خود مردم تشکیل شدن توی پایتخت شلوغ ما چقدر کارآمدن، با چه سختی‌هایی روبرو هستن و چی باعث میشه یه عده با انگیزه بمونن و یه عده دیگه دلسرد بشن و رها کنن. یعنی یه جورایی آسیب شناسی این گروه هاست. دقیقاً. خب، بیایید با هم این موضوع رو بشکافیم. هدف اینه که ببینیم این ایده قشنگ کمک داوطلبانه در عمل چطوری پیش میره و چه درس‌هایی میشه ازش گرفت. شاید حتی برای شما که دارید به این فکر میکنید که توی محله خودتون کاری بکنید، یه جرقه‌هایی ایجاد کنه. دقیقاً. نکته خیلی جالبش اینه که دیگه دوره این که فقط منتظر دولت و سازمان‌های رسمی بمونیم سر اومده. یعنی توی کل دنیا داره این اتفاق میفته. که مردم خودشون فعال بشن؟ بله، مردم دارن نقش فعالتری توی مدیریت بحران‌ها پیدا میکنن. این گزارش به ما یه نمای نزدیک میده از اینکه توی تهران این مشارکت مردمی واقعاً در چه حاله و چقدر میتونیم روش حساب کنیم. کاملا درسته. گزارش هم از همین نقطه شروع میکنه و میگه نقش مردم عادی، یعنی من و شما، توی بحرانهای طبیعی خیلی پررنگتر از چیزیه که فکر میکنیم. بله بله. اغلب ما اولین نفراتی هستیم که توی صحنه حاضریم، حتی قبل از اینکه آژیر ماشین‌های امدادی به گوش برسه. دقیقاً، اولین پاسخ‌دهنده ها در واقع. جالبه بعضی‌ها پا رو فراتر میذارن و میگن شهروندان عادی اولین پاسخ‌دهنده واقعی بحران‌های شهری هستن، نه لزوما نیروهای رسمی. بله، این نگاه دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن چرخش مشارکتی در مدیریت بحران. یعنی بازی عوض شده و مردم اومدن وسط میدون. چرخش مشارکتی. گروه‌های دوام تهران هم دقیقاً در راستای همین ایده شکل گرفتن. هدفشون اینه که محله‌ها رو قوی کنن تا برای روز مواده آماده باشن، بتونن از پس مشکلات اولیه بر بیان و حتی بعد از حادثه زودتر سر پا بشن. پس هدف خیلی بزرگی دارن. بله، اما همونطور که گزارش خیلی خوب نشون میده، راه پر از سنگ و لاخه. مخصوصاً توی شهری مثل تهران که خودش 1001 مشکل ریز و درشت داره و سازمان‌های دولتی به تنهایی از پسش بر نمیان. اینجاست که بودن این گروه‌های مردمی حیاتی میشه. یه نکته دیگه‌ای که توی گزارش بهش برخوردم و فکرم رو مشغول کرد، نگاهی بود به تجربه‌های قبلی مشابه در ایران. ظاهراً تحقیقات دیگه‌ای قبلا نشون داده بودند که سازمان‌های مردم نهاد یا همون سمن‌ها توی حوزه مدیریت بحران اونقدرها موفق نبودن. درسته، متاسفانه. مثلا یه تحقیق در سال 1399 گفته بود این سمان‌ها توی تهران اصلاً نقشی تو تصمیم‌گیری‌های کلان بحران ندارن و کارشون بیشتر شبیه کارهای خیریه و آموزشی شده تا یه نیروی عملیاتی و اثرگذار. بله، گزارش به دلایل این ضعف هم اشاره میکنه. مواردی مثل کمبود آدم‌های متخصص، نداشتن یه برنامه بلند مدت و درست و حسابی. یعنی برنامه راهبردی نداشتن. دقیقاً. یا اینکه خیلی‌هاشون نظر مالی یا ساختاری به دولت وابستن، وجود کلی سازمان جور و جور که کارشون با هم تداخل داره و تخصصی هم تو این زمینه ندارن، و حتی یه جور بی‌اعتمادی یا عدم باور کافی از سمت نهادهای دولتی به توانایی این گروه‌های مردمی. که این بی‌اعتمادی خیلی مخرب قاعدتاً. قطعاً. همه اینها باعث شده اون نقش اصلی که میتونستن توی پیشگیری، آمادگی و کمک رسانی داشته باشن، کمرنگ بشه. خب با این پیش زمینه حالا خیلی کنجکاو شدم بدونم خود داوطلب‌های این گروه‌های دوام چه کسانی هستن؟ کیا حاضرن وقت و انرژیشون رو بذارن پای این کار؟ سوال خوبیه. گزارش یه تصویر کلی از این افراد به ما میده. جالبه بدونید که طبق یافته‌های این تحقیق توی تهران بیشتر اعضای فعال این گروه‌ها خانوما هستن.
چه جالب. بله، از نظر سنی بیشترشون بین 30 تا 50 سال دارن، سطح تحصیلات غالبشون دیپلمه و از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی بیشتر به قشر متوسط و پایین جامعه تعلق دارن. این ترکیب جمعیتی جالبه و جای تأمل داره که چرا این قشر بیشتر مشارکت میکنن. اما فراتر از اینکه کیا هستن، سوال مهمتر اینه که چرا هستن؟ دقیقاً. چه چیزی به این آدما انگیزه میده که داوطلب بشن؟ دقیقاً. انگیزه ها خیلی پیچیدن و گزارش سعی کرده با کمک چند تا نظریه روانشناسی اجتماعی این موضوع رو توضیح بده. یکی از این نظریه ها نظریه هویت اجتماعی هست. هویت اجتماعی. خلاصش اینه که ما آدما دوست داریم به یک گروهی تعلق داشته باشیم. این حس تعلق بخشی از هویت ما میشه و به ما عزت نفس میده. وقتی کسی حس میکنه عضو مهمی از یک گروهه، مثل گروه دوام، و به اون گروه احساس تعلق قوی داره، یه جور حس مایی، تعهدش به گروه بیشتر میشه و از کاری که میکنه رضایت بیشتری پیدا میکنه. انگار موفقیت گروه موفقیت خودشه. دقیقاً، انگار هویتش گره خورده به اون گروه. پس اون حس ما بودن خیلی مهمه. اینکه حس کنی جزئی از یک کل بزرگتر و هدفمند هستی. نظریه های دیگه چی میگن؟ نظریه بعدی نظریه تبادل اجتماعی هست. این یکم حساب کتابی تره. چطور؟ میگه آدما وقتی وارد یه فعالیت داوطلبانه میشن، ناخودآگاه یه جور تحلیل هزینه فایده میکنن. اگه حس کنن در ازای وقت و انرژی که میذارن چیزی به دست میارن، احتمال موندگاریشون بیشتره. چه نوع فایده ای مثلا؟ لزوماً مالی نیست، درسته؟ اصلاً. اتفاقاً بیشتر منافع غیر مادیه. چیزهایی مثل این که مورد احترام و تایید بقیه قرار بگیرن، حس کنن آدم مفیدی هستن. آها، حس مفید بودن. بله، یا شبکه دوستان و آشنایانشون گسترده تر بشه، مهارت جدیدی یاد بگیرن، یا حتی همون احساس تعلق و هویت گروهی که گفتیم میتونه به عنوان فایده تلقی بشه. که این خودش خیلی ارزشمنده. و در نهایت نظریه سرمایه اجتماعی هم فوق‌العاده مهمه. این نظریه میگه جامعه‌ای قویه که تو شبکه‌های ارتباطی خوبی بین مردم وجود داشته باشه، آدما به هم اعتماد کنن و یه سری هنجارها و ارزش‌های مشترک برای همکاری داشته باشن. پس اینجا اعتماد نقش کلیدی بازی میکنه. هم اعتمادی که اعضای گروه به همدیگه دارند، بله، هم اعتمادی که به مسئولین گروه و حتی نهادهای بالادستی مثل شهرداری دارند. دقیقاً. اعتماد مثل روغن چرخدنده‌های همکاری اجتماعیه. وقتی اعتماد باشه، چه بین خود مردم، چه بین مردم و نهادها، کارها خیلی روونتر پیش میره و مشارکت داوطلبانه شکوفا میشه. که این توی بحران حیاتیه. دقیقاً. این شبکه‌های دوستی و اعتماد که بهش میگن سرمایه اجتماعی، توی وقت بحران طلا هستن. چون از طریق همین شبکه هاست که اطلاعات سریع پخش میشه، کمک ها سازماندهی میشه و مردم هوای همدیگر رو دارن. جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی قوی تری داره، مثل یه ساختمون با اسکلت محکمتره، در برابر لرزه های بحران مقاومتر و به اصطلاح تاب‌آورتره. تاب‌آورتر، چه تعبیر خوبی. خیلی توضیحات جالبی بود در مورد انگیزه ها. اما حالا میرسیم به اون بخش که شاید کمی تلخ‌تر باشه، ولی خیلی مهمه. چالش ها و مشکلات. بله، بخش سخت ماجرا. گزارش میگه این گروه‌های دوام با موانع زیادی هم دست و پنجه نرم میکنن. یکی از نکات جالب توجه تغییر الگوی کار داوطلبانه تو دنیای امروزه. انگار دیگه اون مدل تعهدای خیلی بلند مدت و همیشگی کمتر شده. آره، یه جورایی اپیزودیک شده. دقیقاً. مردم بیشتر دنبال مشارکت‌های کوتاه مدت‌تر و پروژه‌ای هستن. بله، این یه روند جهانیه و کار رو برای گروه‌هایی مثل دوام که به حضور مستمر اعضا نیاز دارن سخت‌تر میکنه. مخصوصاً تو شهری مثل تهران که درگیر کردن مردم برای کارهای داوطلبانه پایدار خودش یه هنر محسوب میشه. واقعاً همینطوره. گزارش با بررسی دقیق عملکرد این گروه‌ها در زمینه‌های مختلف نشون داده که اونا توی بعضی کارها قوی‌تر عمل کردن. مثلا تو تبلیغات رسانه‌ای و کارهای بصری که دیده بشن، یا تو ساختن یه هویت و نماد برای گروه نمره نسبتاً خوبی گرفتن.
خب این که خوبه. اما وقتی پای کارهایی مثل اطلاع رسانی درست و حسابی درباره فایده‌های عضویت توی گروه یا ارائه امکانات و خدمات رفاهی به خود داوطلب‌ها وسط میاد، عملکردشون ضعیف‌تر بوده. آها، یعنی میشه گفت توی جذب اولیه شاید بد نباشن ولی تو نگه داشتن این نیروها و حفظ انگیزشون مشکل دارن؟ دقیقاً همینطوره. مشکل اصلی توی نگه داشتن اوناست. گزارش با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته‌تر سعی کرده ریشه این مشکل رو پیدا کنه. خب به چی رسیده؟ نتایج نشون داده یه سری عوامل هستن که مستقیماً باعث دلسردی، نارضایتی و در نهایت جدایی داوطلبا از گروه میشن. چیا مثلا؟ مسائل مالی و نگرانی بابت بیمه در حین فعالیت، کمبود امکانات و تجهیزات مناسب یا خراب بودنشون، لغو شدن برنامه‌های آموزشی یا برگزار نشدنشون به شکل کامل و کاربردی. که آموزش خیلی مهمه برای این کار. بله، و یه موضوع خیلی مهم، کیفیت رابطه بین مسئولین گروه و اعضا. یعنی وقتی مسئولین نقدپذیر نباشند، ارتباطشون با اعضا کم و یک طرفه باشه، خب معلومه که انگیزه آدم‌ها کم میشه. این نکته آخر خیلی مهمه. یعنی صرفاً امکانات و آموزش نیست. نحوه برخورد و ارتباط انسانی هم تأثیر مستقیم داره. 100%. حس این که دیده نمیشن، شنیده نمیشن. گزارش به یه مشکل دیگه هم اشاره کرده بود. تداخل کاری با سازمان‌های دیگه‌ای که کارهای مشابه می‌کنن و اینکه گروه نتونسته یه برند قوی و مشخص برای خودش بسازه. اینها چطور روی گروه اثر میذاره؟ ببینید، وقتی چند تا گروه یا سازمان دارن یه کار مشابه رو انجام میدن و هماهنگی خوبی بینشون نیست، هم منابع هدر میره و هم ممکنه رقابت‌های ناسالم پیش بیاد. موازی کاری میشه. دقیقاً. از طرفی وقتی گروه یه هویت مشخص، یه برند قوی که همه بشناسنش و بهش افتخار کنن نداشته باشه، اون حس تعلق و ما بودن که قبلا گفتیم چقدر مهمه ضعیف میشه. آها. اعضا حس میکنن کارشون دیده نمیشه یا نمیدونن دقیقاً فرق کارشون با بقیه چیه. اینها مثل موریانه، انگیزه و تعهد رو از درون میخوره و پایداری گروه رو به خطر میندازه. با وجود همه این چالش‌های سخت، حتما نقاط قوتی هم وجود داره. چه چیزایی باعث میشه بعضی از این گروه‌ها یا بعضی از اعضا محکم بایستن و ادامه بدن؟ بله، خوشبختانه همینطوره. گزارش فقط مشکلات رو نگفته، دنبال عوامل موفقیت هم گشته. خب خدا رو شکر. یافته ها نشون میده یه سری کارها هستن که اگه درست انجام بشن، تأثیر مثبت و خیلی زیادی روی رضایت، تعهد و وفاداری اعضا دارن. این کارها در واقع کلید نگه داشتن و پایدار کردن اعضای داوطلب هستن. چه کارهایی مثلا میشه چند تا مثال بزنین؟ حتما. مثلا ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی مناسب به اعضا. لازم نیست خیلی بزرگ باشه. گاهی یه تقدیر ساده، یه کارت تخفیف یا همون پوشش بیمه‌ای مناسب خیلی تأثیر داره. که حس کنن بهشون اهمیت داده میشه. دقیقاً. دوم، برگزاری آموزش‌های مستمر که واقعاً به درد بخور و کاربردی باشن، نه فقط رفع تکلیف. آموزش کاربردی، نه تئوری صرف. بله. سوم، داشتن برنامه و هدفهای آموزشی مشخص که همه ازش باخبر باشن و مرتب بازنگری بشه. و باز هم میرسیم به اون نکته کلیدی. ارتباطات؟ کیفیت بالای ارتباطات درون گروهی. یعنی مسئولینی که گوش شنوا دارن، انتقاد پذیرن و مرتب با اعضا در تماسن و بهشون بازخورد میدن. پس دوباره برگشتیم به همون بحث هویت و تعلق. وقتی آدما حس کنن که دیده میشن، صداشون شنیده میشه، برای توانمند شدنشون سرمایه گذاری میشه از طریق آموزش‌های خوب و رابطه انسانی خوبی با بقیه اعضا و مسئولین دارن، اون موقع میمونن. خیلی احتمال بیشتری داره که بمونن و با دل و جون کار کنن. دقیقاً. تحلیل‌های آماری گزارش همین رو تایید میکنه. نشون داده شده که این عوامل مثبت، خدمات رفاهی، آموزش خوب، ارتباط قوی، مثل یه چسب محکم عمل میکنن و مستقیما هم رضایت اعضا رو بالا میبرن و هم تعهدشون رو به گروه بیشتر میکنن. و نتیجهش میشه وفاداری. و وقتی کسی راضی و متعهد باشه، طبیعتاً به گروه وفادار هم میمونه.
این یعنی اگه روی این عوامل سرمایه گذاری بشه، میشه جلوی اون ریزش اعضا رو تا حد زیادی گرفت. این یافته‌ها چقدر نقش مهم مدیریت و رهبری خوب در این گروه‌های داوطلبانه رو برجسته میکنه؟ بله، رهبری خیلی مهمه. رهبری که بتونه یه هویت قوی برای گروه بسازه، جلوی اختلافات داخلی رو بگیره، ارتباط صمیمانه و مؤثری با اعضا برقرار کنه و حس اعتماد رو تقویت کنه، واقعاً میتونه سرنوشت گروه رو عوض کنه. کاملا درسته و نباید اهمیت اعتماد رو دست کم گرفت. هم اعتمادی که اعضا به هم دارن، هم اعتمادی که به رهبران گروه دارن و هم اعتمادی که به نهادهای پشتیبان مثل شهرداری دارن. همه سطوح اعتماد مهمه. فکر کنم به یه جنبندی خوب از این گزارش تحقیقی رسیدیم. اگه بخوایم اساره کلام رو بگیم، این گروه‌های داوطلب دوام در تهران پتانسیل خیلی خوبی دارن. ایدهشون عالیه، مردم برای کمک به مردم در روز سخت. درسته. انگیزه‌های اولیه هم توی آدما وجود داره. میل به کمک، حس مفید بودن، نیاز به تعلق. اما در عمل مسیرشون پر از دستاندازه. مشکلاتی مثل کمبود پول و امکانات، ضعف توی برنامه‌ریزی و آموزش‌های واقعاً کاربردی، نگرانی‌های مربوط به بیمه، تداخل کاری با نهادهای دیگه. و اون بحث ارتباطات و اعتماد. و مهمتر از همه، چالش‌های مربوط به ارتباطات انسانی داخل گروه و جلب اعتماد کامل اعضا مثل ترمز جلوی شکوفایی کامل این پتانسیل رو گرفته. موفقیت و ماندگاری این گروه‌ها گره خورده به داشتن رهبران خوب، ارتباطات قوی، ساختن یه هویت گروهی محکم و البته حمایت واقعی و اعتمادسازی از طرف سازمان‌های مسئول. این یعنی مدیریت بحران فقط یه کار فنی و مهندسی نیست که بشه با چند تا دستورالعمل و تجهیزات حلش کرد. خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اصلاً. و به تار و پود روابط انسانی، اعتماد، انگیزه و نحوه سازمان پیدا کردن ما آدما در کنار هم توی کوچکترین واحد اجتماعی یعنی محله ربط داره. دقیقاً نکته همینه. این درس‌ها فقط برای تهران یا گروه‌های دوام نیست. یه الگوی کلی رو به ما نشون میده که چطور میشه از اون قدرت پنهان جمعی که توی محله‌ها وجود داره برای ساختن جامعه آماده‌تر و مقاوم‌تر استفاده کرد و البته باید حواسمون به چه چالش‌ها و موانعی باشه. و به عنوان نکته آخر یه سوال برای شما که تا این لحظه همراه ما بودید. با شنیدن این تجربه‌ها در تهران یه نگاهی به محله خودتون بندازید. فکر میکنید اونجا چطور میشه این حس همکاری و آمادگی برای روز مبادا رو بیشتر کرد؟ سوال خوبیه برای فکر کردن. آیا باید فقط منتظر اقدامات رسمی و از بالا به پایین باشیم یا قدم‌های کوچکی هم هست که خود ما، من و شما و همسایه هامون میتونیم همین امروز برداریم تا اون چسب اجتماعی محلمون رو محکم‌تر کنیم و در نهایت تاب‌آوری خودمون رو در برابر اتفاقات غیرمنتظره بالا ببریم؟ کمی بهش فکر کنید.